روایت میکند آن سگ میمرد و گریان آن عرب، آن سگ میمرد و گریان آن عرب، اشک میبارید و میگفت وا کرب. یک سگ مرده است، یک عرب در پیشش ایستاده گریه داره، وا کربا گفته، یعنی وا مصیبت ها. سائل بگذشت و گفت این نوحه چیست؟ گریه و زاری تو از بحر کیست؟ یک شخص میگذشت گفت ای مردک خوب، تو چی گریه و ناله داری؟ چی مصیبتت رسیده است؟ گفت در ملکم سگ بد نیک خو، نک همه میرد میان راه او. گفت یک سگ بسیار خوب داشتم، بسیار سگ فداکار و جان فدا بود، این هم الحال در پیشکم در بین ره مرده است. روز صیادم بود، شب پاسبان، تیز چشم و صیدگیر و دزدران. بیچاره سگ روز صیادی میکرد، شکار میکرد برای مرا، شب پاسبانم بود، دزدار نمیمان که بیاین مال و ملک غارت کنن. گفت دردش چیست؟ زخم خورده است؟ گفت جوع کلب زارش کرده است. گفت چی درد رسیده است سگی ترا؟ نگون زخم خورده است، چکار کرده است که ایتا میبره؟ گفت ای گشنگی را ای پا زد است بیچاره ای سگ. بعد از آن گفتش که ای سالار حر، چیست اندر دستت این انبان پر؟ نگاه کرد در دستش یک خرجین بدواهیمه. به مردکی خوب گفت در این خرجین چی داری تو؟ این خرجینت کلانه. گفت نان و زاد و لوتی دوشی من، می کشانم بحر تقویت بدن. چه گفت در رجاقی؟ نونه یا گوشته یا خراک بای قوتی لاید بود مای ذخیرش کردم که گشنکی ماندم بخورم. گفت چون ندهی بدان سگ نان و زاد؟ و خونه در بلندی گفت سگ ای گشنگی را مرده است، تو یک خلطنون داری میبری، اگر کمتر نانش بتی آخی بالای سرش در ناله کرده استی. گفت چون ندهی بدان سگ نان و زاد؟ گفت تا این حد ندارم مهر داد. گفت دوستش میدارم و نه که به او حدی، نه که گوشتش بتم و نانش بتم، خودش بیا و بخوره. دست ناید بیدیرم در راه نان، لیک هست آبی دو دیده رایگان. دلم نمیشه اون نام به پل نیست یا که پلکیه، نه که آبی دیده که به پل های این همه ریزونده استمش. انمی نالیشی ما که ای ما فلانی داشتیم و ما بیسمدانی داشتیم، حالی ما عربی را میمونه در بالای سگش. ما همون واقعا هم بزرگا را دوست نمیداریم. اگر ما یه حضرت را دوست می داشتیم، یک ذره بهمی و تقلید میکردیم، الحمدلله در میانه ما هم علما میشیدن، در میانه ما هم بزرگای انشالله عرضی وجود میکردن که آبرو و عزت هم این سرزمینه هم این ملت به عرش اعلا میرسوندن. دعا میکنیم از درگاه خداوند بزرگ در این ساعتی که ساعتی اجابت دعا هاست، پروردگارا اولا نمازی را که بندگان تو به خاطر